سلام، شبتون بخیر. مرد ثروتمند و پسرش. روزی یک مرد ثروتمند پسر بچه کوچکش را به ده برد تا به اون نشان دهد مردمی که در آنجا زندگی می کنند چقدر فقیر هستند. آن دو یک شبانه روز در خانه محقر یک روستایی مهمان بودند. در راه بازگشت و در پایان سفر مرد از پسرش پرسید نظرت در مورد مسافرتمان چه بود؟ پسر پاسخ داد عالی بود پدر. مرد پرسید آیا به زندگی آنها توجه کردی؟ پسر پاسخ داد بله پدر. و مرد دوباره پرسید چه چیزی از این سفر یاد گرفتی؟ پسر کمی اندیشید و بعد به آرامی گفت فهمیدم که ما در خانه یک سگ داریم و آنها 4 تا. ما در حیاتمان یک فواره داریم و آنها رودخانه‌ای دارند که نهایت ندارد. ما در حیاتمان فانوس‌های تزئینی داریم و آنها ستارگان را دارند. حیات ما به دیوارهایش محدود می شود، اما باغ آنها بی انتهاست. با شنیدن حرفای پسر زبان مرد بند آمده بود. بعد پسر بچه اضافه کرد متشکرم پدر، تو به من نشان دادی که ما چقدر فقیر هستیم.